آموزش فارم آیرون. برم بهتون یادش بدم. میان اینجا یه جای صاف پیدا میکنین، به 5x5 یه مربع 5x5 میکنین. 1 2 3 4 5 6 7 یعنی 1 2 3 و 4. این وقتی که اینجا رو کندین به ارتفاع 9 بلاک میرین پایین. این 1 این 2 این 3 این 4 این 5 این 6 این 7 این 8 اینم 9. حالا که کندین یعنی اینجا رو به ارتفاع 9 بلاک میرین پایین. وقتی اومدین به ارتفاع 9 بلاک کندین میان اینجا رو اینطوری بلاکاتون رو میذارین. توجه داشته باشین این وسط باید خالی باشه. بعدش میان بداتون رو میارین اینجا میذارین، این طرف هم میان بداتون رو میذارین. خب بعدش میان اینجا شیفت رو میگیرین، این بلاک های اینجا رو میکندین. اینجا میاین بلاک های زیرش رو میکندین و زیر اینجا رو دوباره بد میذارین. این ورم همینطور. خب بداتون رو که گذاشتین میان این وسط رو به ارتفاع 2 بلاک میان بالا. خب بعدش میان این قسمت رو بلاک میذارین. اینجا هم همینطور، اینجا هم همینطور، اینجا. خب اینجا رو میان یه بلاک میذارین و روش یه مشعل. وقتی که اینا رو گذاشتین میان از اینا رو برمیدارین. خب موقعی که اومدین اینجا رو درست کردین میان ویلیجراتون رو میذارین. شما باید 20 تا ویلیجر بذارین اینجا. هر ویلیجری هم که گذاشتین باید شغلشون این شغل همین بلاکا باشه. 1 2. اگر از این بچه ها اسپان شد بکشینش. 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 و 20. این 20 ویلیجرتون گذاشین روی سرشونو، میان این بلاکو میذارینش. این قسمت رو میان به این شکل خالی میذارین. این قسمت رو میان هاپر میذارین، بلاکا رو میذارین. خب اینا رو که گذاشتین، حالا چی کار میکنین؟ میان روی این هاپرا رو اینو میذارین. خب اینو وقتی گذاشتین میان سایناتون رو ور میدارین، این از این به این شکل، اینطوری. حالا اینجا یک بلاک فاصله میدین، میذارین ساینتون رو اینجا. این لاواتون رو، یه باکت با لاواتون رو ور میدارین، میذارین اینجا. وقتی که گذاشتین اینجا شما اینجا آیرون گولم‌های شما اسپان میشه. فقط توجه داشته باشین هیچ ویلیجی نزدیکی 200 بلاک از اینجا به بعد هیچ ویلیجری نباید، هیچ ویلیجی و هیچ آیرون گولمی و ویلیجری نباید باشن. اگر این دورو بر 200 بلاکی اینجا ویلیجی چیزی باشه، این فارم شما کار نمیکنه. خب موقعی که این کارو کردیم میان یک بلاک ارتفاع فاصله میدیم و روی بلاک دومی 4 بلاک میریم پایین. حالا میان اینجا رو دو بلاک میذارین. این خب موقعی که این رو گذاشتین اینجا یه تورچ هم میذارین اینجا، نرده هاتون رو اینجا و اینجا، فقط 2 تا نرده میذاریم اینجا. خب من اینو اشتباه گذاشتم، برای همین میکنمش. یه درم میان ور میدارین، درتون رو میذارین اینجا، درتون رو بذارین. خب درتون رو گذاشتین اینجا، در رو برای چی میذارین؟ برای اینکه مابی چیزی این تو نیفته. اینو میذارین اینجا. خب وقتی که گذاشتین اینجا میان یک باکت آب میذارین اینجا. باکت آبتونه که بذارین اینجا، آیرون گولما اسپان میشن اینجا برای من یکم ماینکرافتم لگ داره، برای همین اینا آیرون گولما دیر اسپان میشن. ولی شما همین کارهایی که من میگم و انجام بدین، آیرون گولماتون خیلی سریع اسپان میشن. بعدش اینجا که آیرون گولما اسپان میشن میرن اینجا میسوزن، آتیش میگیرن. مثلا من الان چون که برام دیر اسپان میشه ویدیو رو نمیخوام طولانی کنم، میام تخم آیرون گولمو برمیدارم. وقتی که من تخم آیرون گولمو بذارم اینجا، آیرون گولم میره توی آتیش، اینجا میسوزه. خب وقتی که اینجا نکنین میان اینجا آیروناتون میره توی اینا و هیچ اتفاقی برای آیروناتون نمیفته. این هم از فرم آیرون ما. واسه فکر کنم فهمیدم.
اینا نشانه ویلیج، حتما یه ویلیج توی منطقه 200 بلاکی ما وجود داره. برای همین آیرون گل ما اسپان نمیشن. ولی شما همین کاری که من گفتم رو انجام بدین. اگر اسپان نشد آیرون گلم، باید منطقه 200 بلاکیتون هیچ آیرون گلمی و ویلیجری وجود نباید با داشته باشه، وگرنه این فارم کار نمیکنه. من فکر کنم این 200 بلاکی ویلیج وجود داشته باشه، برای همین برای من کار نمیکنه. ولی اگر برای شما کار نکرد، بیاین تو کامنت ها به من فوش بدین، حتما برای شما کار میکنه اگر این چیزایی که گفتم رو انجام بدین. تا این ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.